سلام. امشب موشکافی میکنه واسهتون از شیخ فری گیج و گول که تو بحباحه زهرخوران نظام دست چپ و راستش رو یادش رفته و خودش هم نمیدونه چی داره بلغور میکنه. جان چرا؟ یه دلیلش اینه. تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران. کاخ سفید، وزارتخانه‌های خارجه و خزانه‌داری آمریکا به طور همزمان بیانیه‌هایی صادر و وضع تحریم‌های جدید علیه 25 فرد و شرکت ایرانی را اعلام کردند. مقامات آمریکایی مدعی هستند این افراد و شرکت‌ها به نقض تحریم‌های ایران متهمند. بله، بعد از این همه کش و قوس ذلیلانه و نرمش رذیلانه، حالا شیخ فری مونده و مذاکرات تمدید شده و سایت های پلم شده و تحریم های جدید. اما این شیخک دجال واسه پوشوندن همین بزبیاری ها طبق معمول رفته تو فاز افعای بنفش. ما برای آرامش در منطقه، برای اینکه صدای این ملت رساتر به گوش جهانیان برسد و برای آنکه از حقوق مردم در صحنه‌های بین المللی بهتر دفاع کنیم و برای اینکه ظلم‌ها و تجاوزها و تعدی‌هایی که بر این ملت متاسفانه روا شده است در طول کشور به ناروا، برای اینکه اون را مهار کنیم و جلو اون رو بگیریم، رسالت و وظیفه بس سنگینی را بر دوش سربازان خط مقدم دیپلماسی کشور گذاشتیم. وقتی اسم میز مذاکره بشه خط مقدم، خب زهر خوروندن به ولی فقیه هم میشه وظیفه سنگین دیگه. اون وقت پریشون کردن دل و روده ولی فقیه با زهر اتمی هم میشه حفظ آرامش تو منطقه. خیلی پخش و پلا گفتی شیخ فری، بقیهشو بیا ببینید چی تو چنته تدبیر و امیدت داری. این به دلایل حساسیت شرایط ما، روابط ما با دنیا، ظلم‌های ناروایی که بر ما شده بود، تحریم‌های غیر انسانی و غیر قانونی که بر ملت ما تحمیل شده بود، لازم بود در این میدان افسران و سرداران و سربازان دیپلماسی کشور شب رو از روز و روز را از شب نشناسند. بله، با سرداران دیپلماسی نظام آشنا بشید. ظریف ذلیل و الاغچی جام زهری و باقی نرمتنان نظام. خب تا اینجاش که هرچی بود ادامه زهرخوری بود و تقلا واسه وا کردن گره کور تحریما. حالا ببینیم بالاخره بعد از این تحریم‌های جدید شیخ فری چه آسی میخواد جلو استکبار جهانی رو کنه. این نه به اون معناست که ما از تحریم ترسیده ایم یا میترسیم. این نه به اون معناست که با تحریم نمیتوانیم زندگی کنیم. اما تحریم ظلم است، تحریم تجاوز است به حقوق یک ملت و ما باید جلو این تجاوز بایستیم و تجاوزگران را به سر جای خود بنشانیم. وای مامانم اینا. دیدید چی گفت؟ میخواد تجاوزگران رو سر جای خودشون بنشونه. راستی سر جاشون کجاست که تو میخوای بنشونی سر جاشون؟ بالاخره اون له زدنت واسه مذاکرات و زهرخوری رو باور کنیم یا این سر جا نشوندن تو؟ جوابو به جای اینکه موشکاف بده ورق پاره مؤتلفه یا همون رسالت میده. دولت در خصوص فهم دشمن واقعی، فتنه، تورم، رکود
نقد افراطی دولت گذشته، برخورد با منتقدین مذاکرات هسته‌ای، مسائل پولی و مالی و غیره دچار چند صدایی است. باید در این مفاهیم یک صدا از دولت صادر شود تا به درستی شنیده شود. صدا یک قول است و وقتی با فعل دولت همخوانی دارد شنیده می شود. اما اگر فقط یک قول باشد و با فعل انطباق نداشته باشد شنیده نمی شود. شیخ فری خبر نداره که تو فینال دجالگری کار همه باندای نظام 5 پنالتی کشیده. این برق پاره دلواپس میگه بالاخره ما کدوم صدای صادر شده از شیخ فری رو باور کنیم؟ از روی این سر و صداهای صادره از اقصا نقاط نظام میشه به موتور یاتقان زده ولایت پی برد و آینده سیاهی که در انتظارشه.